تمامی عشقیا اومدیم استانبول یه عرضی دعوت آخر هفته For the first time in forever. دیگه بادلایت دیگه آمریکایی مال رانترلیا اصلا رانترلیا آمریکا این خوبه این معلوم است. اینجا رو چجوری پیدا کردید؟ جای باحالیه. ما از پسرها جدا شدیم. سلام بر تمامی عشقیا. ما یکی اومدیم استانبول، یه چند عروسی مراسم عروسی دوستامون بود که یکیشو پشت سر گذاشتیم. حالا دومی هفته دیگه است. کسایی که از توی اینستاگرام من دارن میبینن و میدونستن ما از روز اول سر استارباکس مشکل داریم. کیا نمیاد استارباکس، هر جا میره حاضر بره، حاضر مثلا دیگه گرونتر، ارزونتر، بهتر، بدتر بخوره، استارباکس نخوره. خلاص امروز که داشتیم چک اوت می‌کردیم از هتل رو بریم پیش دوستامون، گفتم که تو رو جون جدت یه استارباکس ما رو ببر. خلاصه که الان for the first time in forever خلاصه که داریم میریم استارباکس و I'm a happy girl. خب someone is a happy girl و someone is a sad girl. کافیچ ولی خدایی مزه خاک میده. خدایی نمیده خدایی. اوردر من یه دونه آیس لاته و یک دانه اوچ پیمیری بیگل سیمیت something اینه و اینم یه چیزی برای کیان که کالباس داشته باشه. کالباسا چون کالباسی هستش و یام. اولا عشقیا. آها من و محشید عشقی بیا خودمون جدا اومدیم گرلز دی، رفتیم یه ذره شاپینگ کردیم. الان اومدیم یه دونه سوشی پلیس، حالا رستوران ژاپنی رو اسمش ایناریه سمت وادی. میخوایم خودمون یه واقعا بهترین رستوران سوشی استانبوله. بهترین رستوران سوشی استانبول به نظر تیستر حرفه‌ای. کیان هم که ما رو گذاشته رفته امار. الان برامون یه دونه جینجر خوشگلم آوردن و خب اینم از غذای ما. ببین ما دیگه واقعا حتی امون نداشتیم که غذا برسه. چه رو دیگه رفتیم؟ رول جینجر و سلام دوستان، ما اومدیم در خیابون‌های بشیکتاش یه غذایی بخوریم و یه عرضی دعوت آخر هفته کچلوار بگیریم و از اینجا بریم یه سری لباس نمادی برای دوستان بگیریم. اومدیم بشیکتاش الان یه غذا بخوریم، دنبال رستوران هستیم، داریم میگردیم ببینیم چه چیز خوبی پیدا میشه که هم غذاش خوب باشه هم فضاش. اینجا رو چجوری پیدا کردید؟ جای باحالیه. فورسکوئر فاین. پیشنهادتون برای کسی که میان استانبول میخوان رستوران پیدا کنن چیکار بکنن؟ برن فورسکوئر یا گوگل مپس؟ به نظر من فورسکوئر بهتره نه؟ به نظر من 100%. پیدا کردن رستوران اونجا بهتره. اینجا یه بیر فلایت میخوایم بریم. این از هر بیر یه دونه سمپل میگیری به قیمت یه بیر درسته. سلامتی. شرفه. چطور بود؟ باله ولی خب سبک من نیست. من بیشتر سمت کرونا اونورا. یه خورده شیرینه. بعدیو تست کن بگو. دیگه بادلایت دیگه آمریکایی مال رانترلیا اصلا رانترلیا آمریکا این خوبه این معلوم است. درافتوره دیگه. این خود زنونه. بعدی میگیره. همه رو تست کنه یه بیر خوردن دیگه اونجوری. بعدی افس مال ترکاست. افس خوشمزه است، فقط مزه مالت نمیده اصلا، بیشتر سمت تلخی میره، یعنی فیلترش کمه. اینم نیپام آی پی ایه. آی پی هم که مثل سیب با سیب و اینا درست می‌کنن معمولا. این شیرینه قشنگ. میذاری شربت می‌خوری. ساندویچ؟ شربت آبجو.
IPA رو الان تست کرد. اول از شیرین محمد شروع کردش. مزه خیلی جدید. مزه سیب میده دیگه خیلی برات. تا حالا نخورده. بعدی افس ترکیه بفرمایید. رنگاش هم نمیدونم میفته. رنگاش هم وارد میفته. یعنی خود ببینید این IPA تیره تر هم از فیلترش. من دوست دارم. افس خوشمزه. افس یعنی میشه چند تا خورد. ولی خب IPA شیرینه گلو رو میزنه خورده. اینم بادلایت آمریکایی تریلی بازی و چیز شراب آره. صداشو گوش کن. دیدی صدای شراب گوش میکنه؟ این بی‌نظیره. بادلایت واقعا یه چیزه. نیدی؟ همه بهتر. اینم که بلژین بیر بلژیکی. این از همه سنگین‌تره انگار. نظرت؟ به نظر من از همه خوشمزه قطعاً با اختلاف. اینم جالب بود. بعد افس بعدی. خب عشقیا ما از پسرها جدا شدیم داریم میریم یه جایی هست توی بشکتاش که لباس شب میفروشه داریم میریم ببینیم چی داره واسه عروسی چهارشنبه این عشقی لباس نداره شما میتونید در کشور ترکیه حالا کشور خارج ایران استفاده کنید. شما با موبایل میزنید مبلغی که میخوای میزنی مثلا خوش آمدید بعد میزنی پول میخوام خارج کنم بعد میگی با QR کد بعد این بارکد اینجا میخونی بعد پولو تحویلت میدی. سلام دوستان خب اینجا چیه اسمش؟ ببین این پاساژ اسمش در واقع پاساژ گالاتاه. اینجا در قدیم یه جای خیلی معروفی بوده خیلی جای باحالی بوده برای خرید و یه حالت مرکز خرید و اینا داشته خیلی معروف بوده قایقای کوچیک می اومدن وای میستادن جلوش خیلی جای شلوغ بوده. بعد آقای اردوغان تصمیم گرفت که اینجا رو بکوبه و یک پاساژ خیلی شیکی بسازه و از همه مهمتر اینه که توی استانبول اصلاً جایی برای کشتی‌های کروز خیلی بزرگ نداشته که بتونن پارک بکنن و تصمیم گرفت این پاساژ اصلا به نیت اینکه کشتی‌های خیلی بزرگ بتونن در کنارش وایسن کشتی‌های تفریحی فقط کشتی‌ای که توش خودش یه هتل 5 ستاره داره و شهربازی داره و خیلی بزرگه و تصمیم گرفت این پاساژ رو بسازه 2 ساله ساخته این پاساژ رو و اینکه حالا اگه بریم ببینیم اونور شاید باشه کشتی خیلی بزرگ میاد اینجا وای میسن بعد هم پاساژ هم پر رستورانه یه محیط خیلی باحالیه خیلی هم نزدیکه به تکسیم و جای خیلی خوبه استانبول واسه همین برای توریستایی که با کشتی‌های کروز میان اینجا خیلی جای جذابیه جای توریستی عالیه دیگه شما حساب کنید که یه کشتی کروز بزرگ چند تا مهمون داره چند تا مسافر داره و همه اینا میان اینجا خریدشون و رستورانشون و اشغالشون رو اینجا میکنن از اینجا ممکنه سوارشی بری مسافرت جای دیگه مثلا میاد یه 3 شب استانبول میمونه بعد میره ایتالیا بعد میتونه بره یونان مثلا از اون ور هی بره جای مختلف اونجوری که توضیح قبلی گفتم این کشتی کروزی که بهتون گفتم پارک میکنن تنها جایی که تو استانبول این امکاناتو داره بعد اینکه دیگه شما خودتون فکر کنید که چه جمعیتی تو اینه و 2000 نفر الان چه پولی تو این پاساژ فقط داره خرج میشه جای دیگه رو ولشون این کروز لاین هلند امریکا 14 روز طولانی بوده از ونیس ایتالیا رفته رسیده به یونان و بعد دوباره یه سری شهر تو ترکیه یه سری شهر هم در خود یونان الان اومده به استانبول استاپ میکنه بعد دوباره برمیگرده ونیس ایتالیا تقریبا هم حدود قیمتش از 3000 یورو شروع میشه دیگه به بالا نظرتون خوشمزه بود نظرتون خوبه نظرت بگو نظر نظر بگو عالیه واو معرکه نیست واقعا اینو دروغ گفت اینا هنوز نخوردن غذا هم جلکی تعریف کنم
من بیمن اینجا خیلی مغازه قشنگه اینجا، یعنی حرف نداره. یعنی من خودم شخصا پاساژی نرفتم به این زیبایی، حالا در هیچ جا، نگه فقط مثلا تو اینجا. چطور حالا خوبه؟ حالا نمیخوری؟